ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی یا ماه شوق؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه اول شب رمضان فرا رسد، شیطانها و جنهای سرکش بسته و درهای دوزخ پوشیده می شوند و یگان در آن باز نمی شود. درهای بهشت باز می شوند و یگان در آن بسته نمی شود. ندا کننده ندا می کند: ای جوینده خیر، شتاب کن، و ای طلب کننده شر، باز ایست. خداوند از آتش دوزخ آزاد کردگانی دارد. روایت حاکم. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما میگویند این حدیث اشاره به آن میکند که در شب اول رمضان به سبب انجام دادن طاعت و عبادت بندگان دست و پای شیطان ها بسته می شود و وسوسه هایشان ضعیف می گردد. چون عمل خیر در این ماه از جانب بندگان مؤمن زیاد می شود، این سبب نزول رحمت خداوند می گردد و درهای بهشت باز و درهای دوزخ بسته می شوند. فرشته فریاد می کند: ای طلب کننده خیر، ماه رمضان برای انجام عملی نیک وقتی مناسب است، زیرا شیطان ها بسته شده اند، پس عمل نما. و ای طلب کننده شر، باز است، زیرا ماه رمضان زمانی مناسب برای قبول توبه است. خداوند در این ماه بندگانی زیادی را از آتش دوزخ آزاد کرده و گناهانشان را مغفرت می کند. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که خداوند در این ماه شیطانها را زنجیربند می کند تا آنها به عبادت ما خلل نرسانند و یگانه چیزی که ما باید بر ضد او مبارزه بریم این نفس خود ما می باشد. پس خوش به حال آن شخصانی که پیروی از نفس خود نمی کنند، نفس خود را تابع عقل خود می گردانند. انشاءالله آنها نجات یافتگانند. و در آخر این حدیث ما شنیدیم که ندا کننده از فرشتگان ندا کرده می گوید: ای جوینده خیر، شتاب کن، یعنی در این ماه عملهای صالحت را بسیارتر نما. و ای جوینده شر، باز است، یعنی ای گناهکار، از گناهت باز است و توبه کن، به درگاه خداوند بازگرد که رمضان ماه توبه است، ماه مغفرت گناه است. شنونده عزیز، این ندای فرشته به هر یک ماست. اگر جوینده خیر باشی در این ماه عملهای خیرات را بسیارتر انجام نما، و اگر جوینده شر باشی از گناهان باز ایست، توبه کن، به درگاه خداوند بازگرد، نماز و روزه و دیگر امرهای پروردگار را بجای آر تا این سبب مغفرت گناهان تو شود و خداوند تو را ببخشد و در جنت الفردوس برای تو جای آماده کند. چون خودی تو میدانی که این دنیا دنیای فانی است، روز نه روز تو از این دنیا میگذری و عاقبت چی می شود؟ به جنت می روی یا که به دوزخ؟ پس اگر تو الان توبه کرده به درگاه خداوند بازگردی، انشاءالله خداوند گناهان تو را مغفرت می کند. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.